إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهب إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. 86 سوره بنی اسرائیل. در آیات قبلی الله متعال انسان ذکر کرده که او همیشه ظرفیت است، نه در حالت راحت الله را درستی داره و نه در حالت غم و مصیبت داره. بعد از الله متعال مورد روح شده بود، الله جواب داد. به ای بود که کدام علومی برای شما داده میشه ذاتی شما نیست، یا علومی است که الله متعال کرده. امی قدر علم که براتان حاصل از شکر از این کشیده، در صدد از این نشوی که شما دنبال این امور شوی که درک حقیقت از او برای شما فایده نداشته باشه. پیچیدن در مورد روح این مناسب نیست، چرا که سوالا از او اموری که به انسان فایده نداره درست نیست و نه وقت آدم ضایع بکنه. در بین کل مخلوقات علم پیغمبر از هر کس کده خیلی زیاد است. رسول الله صلی الله علیه وسلم با داشتن علم وحی وقتی که از این سوال عاجز میشه نمیگه برای از او، این خودش دلیل بالای از است که امت هم به این مکلف است که در همچون مسائل زیاد نپیچه. تاسف در اینجاست که امت آن چیزی که او سوالایی که سبب سعادت و نیکبختیش میشه، سبب هدایتش میشه، او سوالا را نمیکنه. مثلا در مورد از این سوال نمیکنه که ما چی مکلفیت داریم، ما چی مسئولیت داریم، در کدام چیز ما راستی هم راه هدایت پیدا کرده میتونیم، رضامندی الله متعال در کدام امور است. این سوالا را نمیکنن. سوال از این میکنه که آسمان از چی ساخته شده، فضا چی طور است، یا از چی ترکیب یافته. و در این روزها خود سوالای دیگر خیلی زیاد است که مادر موسی علیه السلام چی نام داشت و پدر نوح علیه السلام چی نام داشت، نکاح از او را کی بسته کرده بود، قبرش در کجا بود، چقدر عمر خورده بود. این سوالایی است که الله متعال از ما سوال نمیکنه و ما در این مورد اگر معلوماتی نداشته باشیم الله متعال ما را مؤاخذه نمیکنه. از او خاطر برای مؤمن مناسب است سوالی را بکنه که به دردش بخوره. ما و شما میگیم سوالی به درد خور، و یکی سوال همیشه به این خاطر باشه که سرش انسان عمل کرده بتانه. صحابه کرام وقت سوال میکردن سوالی میکردن که بعد از او عمل میکرد. آلی سوال برای عزیزته که کسی را در فتنه واقع کنی، کسی را نعوذ بالله در مشقت و تکلیف واقع بکنی، خودت اراده و تصمیم عملی کردنی و سوال نمی داشته باشی، اینطور سوالا موجب ضیاع وقت یک انسان میشه و درست نیست. از او خاطر الله متعال در این آیت میفرمه ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا، اگر ما بخوایم میبریم بالذی به او علمی که اوحینا الیک ما وحی کردیم به سوی تو، کدام قرآنی که نازل کردیم علم ازیره بری تو دادیم، اگر ما بخوایم میرم میبریم. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، باز تو نمیابی پیغمبر علیه السلام برای خود بهی در مقابل نمی وحی که ما از بین میبرم، علینا بالای ما وکیلا، کسی دفاعگر پیدا کرده نمیتونی که از تو دفاع بکنه. و همین علمی که برای تو داده شده ایره در وقت گرفتن ما مانع شوه، هیچ کسی مانع شده نمیتونه. اشاره به ایسته که انسانا شما علومتان ذاتی نیست، الله متعال مطابق استعدادتان علم براتان داده. از دو خاطر مناسب است که مطابق استعدادتان سوالم بکنه. ما را در روح چیست که روح از چی ساخته شده و چه قسم ساخته شده. همین قدر میدانیم که وجود انسان از دو چیز مرکب شده، که جسم است که روح است. الله متعال روح اینطور امر ساخته که او تعلق به مادیات نداره، یعنی امر مادی نیست.
یا تطورات یا زمانه های مختلف سرش سپری نمیشه مثل جسم انسان واره که جنین در شکم مادر است، برای خود مراحل متنوع داره. مثلا نطفه است، بعد از او علقه میشه و مضغه میشه. اینمی قسم مراحل حتی در شکم مادر سرش تیر میشه و بعد از اینکه در دنیا بیایم مراحل مختلف سر ما تیر میشه. از طفولیت شروع میشه تا که در شیخوخت یعنی در پیری میرسیم. این تعلق به امور مادی داره. روح از امور مادی نیست. این امری است که از جانب الله متعال شده، ضرورت به زمانه و ادوار مختلف نداره. کن موجود شو او موجود شده. از او خاطر در این مورد کسی سوالات کرده نمیتونه و نه استعداد انسان برداشت این گپا داره تا وقتی که الله متعال خود معلومات برای انسان نداده باشه. از او خاطر او دوستایی که اکثر سری روح میپیچه و درس‌ها را منعقد کرده، فلان عالم در فلان جای میره در مورد روح گپ میزنه، این در حقیقت خود فریب دادن، مردم فریب دادن، ضایع کردن وقت مردم است. قرآن کریم به طریق اجمال برات گفت که قل الروح من امر ربی، بس دینمی اکتفا بکو و بعد از الله متعال حقیقت علم ما را آشکارا کرد که و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، علم ما بسیار کم است. از امو خاطر زمانی که موسی علیه السلام با خضر علیه السلام یک جا شد و از او سوال میکرد که از تو بهره بگیرم، یک دانه پرنده در سری لب بحر نشسته بود، قطینولی خود با آب میخورد. خضر علیه السلام با موسی علیه السلام میگه که علم ما و توی موسی در برابر علم الله متعال به مثل که اینمی قطرگک آب توسط نول خود ای پرنده میورداره، اینمی قدر است. حالی شما بگویی که وقتی علم الله متعال به این اندازه است، پس کدام انسان ها و مسلمان هایی که عقیده به این داره که امامای ما، علمای ما، اولیای ما علمی داره که از ما کانه و ما یکون است، ماضی و مستقبل، کلیات و جزیات کلش علم داره، از یا کده مشرک بزرگ دیگه نیست. مشرک بزرگ است که نسبت صفت الله متعال برای مخلوق عاجز میکنه. همیالی فعلا ما طایفه هایی داریم که وا عقیده به این داره که اولیاء علم داره، از حال جزئی و کلی ما خبر است، بلکه در حق پیرای خود امی عقیده و تصور داره که همه حالات ما را مراقبت میکنه، پیر صاحبا ما را میبینه. در زندگی خود چی میکنی که بعد از مرگ بسیار برش علم قائل میشه که حالی میگه از چی است قید و بند جسم خلاص شده، روح ازو میگه آزاد شده، خیلی زیاد علم داره. و یک طایفه خود به امامای خود میگه که امام کسایی که قائل به 12 امام است، عقیدهشان در مورد امامایشان است که علم به ماکانه و مایکونو داره و این شرک بزرگ است. چرا که علم انسان ولو که پیغمبر است، رسول الله از او که در بالاتر شخصیت دیگری نیست و نه علمش بالاتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال میگه که برای شما کم علم داده شده، پوره علم داده نشده، کلیات و جزئیات به الله متعال معلومات است. این صفت خصوصی الله متعال است. این صفت به مخلوق ثابت کردن سبب واقع شدن شرک انسان است. اینمی گپ هاست که مردم در شرک واقع میکنه. وقتی تو عقیده بکنی که فلان ولی یا فلان کس علم داره، از او خاطر در وقت حاجات برش آواز هم میدی. چرا این فکر میکنی که از حال ما خبر میشه و مشکل مرا رفع میکنه؟ و این دعوت به سوی شرک است. کتابا از این نوشته شده، اینمی خودش دعوت به سوی شرک است. الله نگاه کنه. اینجا الله متعال میگه که ما اگر بخوایم این وحی که سر تو کرده به پیغمبر علیه السلام پس میگیریم شه، لیکن الله در ضمن از اینکه هشدار برش میده که علم شما ذاتی نیست، داد الله متعال است، لیکن در ضمنش الله متعال احسان و منت خود سر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگذاره که پیغمبر برای تو علم دادیم. قرآن وحی الله متعال است، این شامل علم بزرگ است. این الله برات داده. اگر الله پس بگیره هیچ کسی نمیتونه که مانع شود از گرفتن. الله میتونه لیکن الله نمیگیره. چرا؟ الله متعال تو را این علم به خاطر داده که این احکامی که الهی را و این وحی الهی را در بین مردم تربیه و تعلیم بکنی، به مردم بیان بکنی. از امو خاطر است که امی احسان تو آنقدر بزرگ شد که الله متعال این علم قطعا پس نمیگیره و حفاظت این علم که وحی الهی است الله به ذمه خود گرفته که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله متعال برای حفاظت وحی الهی خود از تدابیر مختلف گرفته. امروز میبینیم به میلیون ها مردم دا چیز از طبقه ناس است یا ذکور است، الحمدلله در سینهشان قرآن کریم است. بچه 6 ساله ما هم
حافظ قرآن است 10 ساله و 12 ساله از 10 ساله بالا خو به میلیون ها مردم ما داریم. این کلش احسان الله متعال است که حفاظت وحی خود به طرق مختلف یعنی به ذریعه مختلف میکنه. از او خاطر این علم الله متعال به طریق احسان برای پیغمبر میگه که من از پیشت نمیگیرم، اصل این علم برای تو ذاتی نبوده، ما دادیم، لیکن این احسان است که پس نمیگیریم. پس از او خاطر شما به می علم اکتفا بکنه، در او طور چیزای دست نندازی که برایتان منفعت نداشته باشه. الا رحمتا من ربک، مگر رحمت از جانب پروردگار تو که شامل حالت است. از او خاطر وحی را باقی گذاشته، وگرنه الله میتونستی علم از پیشت میگرفت. ان فضله کان علیک کبیرا، نه تنها که الله وحی را بالای تو روان کرده و تو را عالم وحی ساخته که سبب چیست؟ بلند شدن مرتبه و مقامت است. بینمی وحی تو مقام و مرتبه پیدا کرده، تا که وحی نبود یک شخص عادی مثل افراد دیگری بودی. امروز است که قول تو، عمل و کردار تو مقتدا و نمونه برای دیگر است و تو صفت رهبریت توسط علم وحی گرفتی. اما الله متعال تنها تو را سرفراز به یک نعمت نساخته، بلکه احسان الله بسیار بالای توست. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم او صفات پسندیده را جمع کرده بود که به دیگه انبیاء علیهم السلام داده بود. در دیگه انبیاء علیهم السلام به طور خصوصی و جزئی یک صفت ثابت بود، اما به رسول الله صلی الله علیه و سلم امو صفات را مکمل به پیغمبر علیه السلام داده بود. همه خوبی ها و اوصاف در رسول الله الله متعال جمع کرده بود. از او خاطر است که مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم از مقام دیگه انبیاء علیهم السلام کرده بلند و بزرگ است. پس وقتی پیغمبر ما این مقام و مرتبه داشته باشه، راهی از او، منهج از او، روشی از او، برنامه از او، از همه برنامه ها کده کامل، از همه برنامه ها کده سعادت بخش است. از او خاطر است که ما افتخار به این منهج داریم و به این نظام داریم. خب بسیار جای تأسف است که همچو رای رسول الله را ترک بکنیم، پشت آرای مردم بریم، پشت آرای اشخاص بریم، رأی شخص را سری حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ترجیح بدیم. اینجا با ظلم و جفا کردیم که ما مقام و منزلت شخص دیگری را بالای مقام و منزلت پیغمبر ترجیح بدیم. این بسیار ظلم و جفای بزرگ است. او تو شخصیتی که کل مخلوق در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب مقام محمود بود. حتی انبیاء علیهم السلام هم مورد سفارش رسول الله صلی الله علیه و سلم در این طور مقامات قرار بگیره. خیر چطور شده میتونه که ما اکتفا به منهج رسول الله نکنیم و ما افتخاری در مذهب بودن محمد رسول الله را نداشته باشیم، یک افتخار از دیگه جای بگیریم که من شافعی استم، من مالکی استم، من حنبلی استم و من حنفی استم. به الله قسم افتخار محمدی بودن قطعا از دست نده و سری ازی باید آدم بنازه و بباله، به خاطر که این منهج رسول الله کامل ترین منهج است و اگر من دیگه طرف حرکت میکنم منحرف میشم، مفهومی ازیر میده که رسول الله دین خود واضح نکرده، کامل نکرده و ما نیاز به کسی دیگری داریم. امروز در سر زبان یک تعداد مردم است میگه تو ثابت کس قرآن و حدیث که گومیش چرا حلال است. عجیب است. خیر کی حلال کرده که وقتی از قرآن و حدیث ثابت نشوه امام ابو حنیفه رحمه الله حلال و حرام آورده میتونه؟ تعجب است. ملایی گپاره میزنه، عالمی گپاره میزنه. به الله قسم انسان بیخی تعجب میکنه. ما براتون میگم عظمت رسول الله، مقام و منزلت رسول الله را ما باید در قلب داشته باشیم. در مقابل پیغمبر، سخن پیغمبر هیچ کس ارزش نداره. رسول الله سخنش سخن است، سخن است که الله تایید کرده، وحی است. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. ان فضله کان علیک کبیرا، یقینا احسان الله متعال کان هست علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام کبیرا، خیلی بزرگ. الله میگه کی تو احسانات سر تو کرده که خیلی بزرگ است. قل ان اجتمعت الانس والجن، بگوی پیغمبر علیه السلام با جای سوالهای فضول، با جای از اینکه سوالهای بیجا بکنی که هیچ نوع فایده برای تو نداشته باشه، برای تصدیق نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کافی است. رجوع به قرآن کریم شود. چرا؟ که کتاب به مثل الهی است و کتابی که شما نمیتونی آوردن یک آیت به مثل آیت قرآن کریم. همین کفایت میکنه. اگر شما در طلب هدایت و تصدیق نبوت باشه،
رجوع به قرآن کریم انسان بالکل قناعت میده که رسول الله پیغمبر الله است و این کلام الله متعال است. این معجزه‌ای که شما را عاجز ساخته ای را گذاشته، میری از روح سوال میکنی، از ذوالقرنین سوال میکنی. چی ضرورت است به که شما از اونجا سوال بکنی؟ بس است براتون. این تو کتاب الله متعال برای صدق نبوتش آمده، معجزه گویا خودش بیان میکنه، خودش چالش میده، همیشه دائم موجود است. معجزه هر پیغمبر با مو پیغمبر توسط وفاتش از بین رفته، اما قرآن معجزه پیغمبر تا قیامت چیست؟ موجود است. معجزات دیگه کلش مادی بود، معجزه رسول الله معنوی است. روح انسان جذب میکنه، دماغ انسان متوجه خود میسازه، فکر انسان مشغول خود میسازه. قرآن مشتمل به این طور علومی است که انسان تعجب میکنه و خودگویاست، جاودانی است، همگانی است، برای کل مردم چالش میده در هر تاریخ. یک تاریخ نیست که زمان پیغمبر این چالش بده دیگه وقت نده. تا امروز دشمنای دین انواع دشمنی را پیش کرده، دسایس گوناگونه، اما چرا نمیتونه به مثل قرآن کریم یک آیت بسازن؟ از او خاطر الله متعال در این جالی این بیان میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام چی میکنی که شما از روح سوال میکنی؟ لئن اجتمعت الانس، اگر شک تردد داره در نبوت ما، اینطور معجزه را پیش کردیم برای شما تقدیم کردیم که شما به او رجوع بکنی، همه شبهات و مشکلتان حل میشه. اگر حل نشه و خیر، چرا؟ اگر این کلام الله نمیدانی که ما به کلام الله آمدن کردیم، وقتی کلام الله را آوردم خو نبوتم ثابت شد. اگر میگینی کلام الله نیست، مخلوق است، شما خوب فصاحت و بلاغه قوی داری، بیاید میدان. قل بگوی پیغمبر علیه السلام لئن اجتمعت الانس، اگر جمع شوه انس والجن جن کلگی جمع شوه علا بالای سخن ان یاتو که بیارن بمثل هذا القرآن، بمثل قرآن کریم، لا یاتون بمثل آوردن کده نمیتونه بمثل قرآن کریم، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضی از یا برای بعضی دیگر ظهیرا مددگار و کمربستگی هم بکنه، دفاع از پیشش بکنم نمیتونه. شرق و غرب با هم یک جا شوه، نمیتونه در مقابل قرآن کریم مثل ازیره آورده بتانه. در اینجا الله متعال کی گپ میزنه؟ چرا میزنه؟ زمانی که این گپ آمد، مشرکین بزرگ قریش جمع شد، امیه ابن خلف و عاص ابن وائل، ابو سفیان ابن حرب و ابو جهل و اینطور امثال از یا در بین خود مشوره ها کردن، گفتن این آدم چطور کنیم؟ حال ما را رسوا و شرمنده کرده، رای از این دیگه نیست. گفت بیا مطالبه کنیم، بعد از او از پیشش چی بکنیم؟ چیزی که میخواه ابو را برآورده بکنیم، وگرنه حال ما زبون میشه. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام طلب کردن، جمع شده بودن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که دید که مجمع بزرگ سردار قریش جمع شده، مشرکین جمع شده، زیاد حرص داشت. در این طور مجامع رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد رفت آمد میکرد، به خاطر از اینکه سخنی بگوید و این تاثیر بکنه در مجمع، سبب ایمانشان شود. از او خاطر پیغمبر علیه السلام رفت، او مردم برش شروع کرد، پیشنهاد شروع کرد. برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفت، میگه ای را بدانی که کسی هم، یک شخصی دیگری هم از عرب به مثل تو آزار و اذیت قوم خود نداده. تو ما را آزار و اذیت دادی. چرا آزار و اذیت دادی؟ نیاکان ما را نعوذ بالله دشنام دادی، وارا بیعقل معرفی کردی، مردمای دانشمند ما را تو بیعقل گفتی، معبودای ما را تو عاجز گفتی، ناتوان گفتی، تفرقه و پراگندگی را در ایو پولس پیدا کرده ای که پدر از بچه جدا کرده ای، دختر از مادر، این کارا را کرده ای. امی سخنای امروز با ما و شما هم گفته میشه، خصوصا برای ما امی گپاست. در هر جای برای ما علنا میگه که امی تو آمدی این در بدریا و اختلاف، در هر مسجد اختلاف، در هر مسجد اختلاف تو انداختی، ما ننداختیم. این بچه ها انداخته، این بچه هم آرام آمین نمیگه، آمین مثل که چی میکنه؟ به کسی صدا میکنه، این طوری میگه خود مردم دیگه و طوری نکنه، یک کمی آمین آیسته بگوی، نرم بگوی، مردم خیلی احساساتی نکنه. این خود ما نگفتیم، خود یا که میگه مردم میگه شما انداختی. پیغمبر علیه السلام هم میگفتن که توی کارا را کرده، ما را سخت آزار اذیت داده. چی میخوایی؟ اگر زنی خوبش میخوایی دست بان سر کدام دختر، ما برات میدیم. ملکی میخوایی، ملکی را به تو میدیم. مال میخوایی، ما جمع میکنیم که بین کل ما تو مالدار شوی. دیگه چی ضرورت داری؟ چی میخوایی از ما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ما هیچ چیزی نمیخوایم، هیچگاه ای را نه بس شما مطالبه کردیم نمیخوایم، بلکه ما میخوایم که شما سعادتمند شوی.
الله متعال شما را عزت بده، هم در دنیا هم در آخرت. اگر این دعوت مرا پذیرفتی، شما سردارای این جهان هم جور میشه و او جهان هم جور میشه. واقعا همونطور بود. لیکن این بدبخت ها گفت سیکو ما هر قدری هر چیز میگیم بازم دمو چی خود استاد است. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت نه این گپ نیست. اگر شما مرا تکذیب میکنی بیاری با مثل قرآن کریم چیزی امرایتان هست. شما خو فصحاء بلغا بودی تا دین روز ده بازارای عکاز و در مجلسای منا خو شما بودی که شعرایتان آویزان میکردی که مثلش بیاری. امروز کجاستی؟ از افتخارتان فقط امی بود که ما اینطور شاعر هستم که مقابل شعر ما کسی شعر آورده نمیتونه. امروز کجاستی؟ وی با مثل قرآن کریم چیزی را بیاری. اما واقعی آورده میتونه. قرآن کریم واری یک جمله کلام الله متعال این مشتمل به بسیار مصلحت و باریکات است که تصور میکنی تأمل میکنی میبینی که عجیب کلام است. الله از خاطر میگه قل بگوی پیامبر علیه السلام لئن اجتمعت الانس اگر جمع شو انسانا والجن و جنیات على ان یاتوا بالای سخن که بیارن بمثل هذا القرآن بمثل قرآن کریم لا یاتون بمثله آوردن نمیتونه بمثل قرآن کریم ولو کان بعضهم اگر چی باشه بعضیشان لبعضن برای بعضی دیگران ظهیرا مددگار باشه کمری از دوار بسته کنن نمیتونه بمثل قرآن بیاره. ولقد صرفنا للناس الله متعال میگه که ما همه وسایل متنوع را در کار پرتافتیم تا که مردم به هوش بیاید تعامل بکنه تحقیق بکنه حقیقت درک بکنه. اما این مردم بجز از روی نفرت و ناسپاسی دیگر را نمیفهمه. هر قدر که برای از علوم برشان بیان میشه لیکن این مردم از روی ضد و عناد ایش نمیپذیره. همین مردم باطل پرست است. میگه ولقد صرفنا یقینا ما بار بار گوناگون بیان کردیم. اردو معنا میشه بار بار گوناگون بیان کردیم للناس برای فهمیدن مردم که مردم درک کنه حقیقتا فی هذا القرآن در این قرآن کریم من کل مثل هر قسم مثال بیان کردیم عجیب و غریب مضامین گوناگون بیانات گوناگون. فابا اکثر الناس انکار کرد اکثریت مردم. بعضی مردم خو الحمدلله اصلاح شد حقیقت فهمید ایمان قبول کرد لیکن اکثریت مردم انکار میکنه الا کفورا بجز از ناسپاسی دیگه هیچ کار نداره. فقط این نعمت عظیم الله برشان آمده این قرآن کریمی که مایه افتخار است هم در دنیا هم در آخرت. اما این مردم بجای از اینکه به قرآن رجوع بکنه تأمل بکنه رای دشمنی را با قرآن گرفته دیگه کار نمیکنه. الله متعال رحم بکنه. امروز هم در مقابل قرآن دشمنی ها زیاد است.